شکمش سیر، لیکن از چه سبب باشد خوب نمی رود. با پدرش رفته است. خوب رو دوست نمی دارد. شاید پدرش را زیادتر دیدن می خواهد. یاد کرده است. پدری بیمهر همین خیل نه؟ نه استغفرالله رفیق سرکمیسر، من این را گفتنی نبودم. تنها نه درست. ای برو با سرکاری هم بار کرده نمیتوانم. مثل نجیب سرکار مردی میدان و پدری نمونه بودن مشکل. او هم در کار و هم در اویله‌داری موفق است. من باشم دنبال کارهای بیهوده. نه خودتان رو سرزنش نکنید. از دستتان آمده رو کرده ایستاده اید. کودکان رو هر شب خبر میگیرید. از این بیشتر نمی شود آخر. مردی مجرد دیگر چیکار هم کرده می تواند؟ خوابش برد به فکرم. آیسته خواب رو بچه جان. خوش. گیر این را در کار می شود. هرگز رفیق سرکمیسر، فاتحه برایم باری زیادتی نیست. با دخترم همراه خوراک می خورد. گیر. ببخشید رفیق سرکمیسر، نمیگیرم. من رفتم. میبخشی؟ نفهمیدم چرا؟ الهامی سرشاری داری. تخمین کرده میتوانی. خیر شب بخیر. رفیق سرکمیسر، لبای خودتون رو احتیاط کنید. پدرت چیزی رو فراموش کرده است.
لبای حلیمه چی؟ اماش یکی شد ناگهان در یک لحظه مرد در رویش نقاب داشت؟ بله چگونه نقاب بود؟ و مثل نقاب های سیاهی ما؟ نه نقاب هایی که در فیلم های دهشت آور استفاده میبرند. باز چی دیدی حلیمه؟ سر و لباسش چی دار؟ کجا رفت؟ کی بود؟ چی بود؟ همه چیز چنان تیز گذشت که در تن چی داشتنش رو هم نفهمیدم بودم. خانه در اومدن زمان زنازنی سر شد. بعد دستوش رفتم و رفتنش رو هم ندیدم. مرا ببخشید. من میبرایم اطراف را میگیرم. 9940 مرکز. با دقت تمامی گروه ها ماشین شبانو که از طرف خانه حلیمه برآمده است دستگیر نماید. نقاب دارند و کودک 3 ماهه را بردند. احتیاط باشید، شاید سلاح دارند. Polis! Stop! East! چی گم؟ پلیس. با خدا قسم عرق ننوشیدم. معلوم است. در برات کیست؟ کی؟ این رفیقم بشود. یکان سوال داری ها؟ این باشد رفیق من. برایت از ماشین. برایت. سردار چی شد آخر؟ برا ایره بیننده برایت. زودتر هر دویتان. در دستت چیست؟ مامور چخیلی میبینی تنانی خوب است. این با تو چی در کار؟ تنها بازی میکردیم سر. تنها بازی چی میکردیم. مسئله است؟ با من ده با پاس کرده با ماشین دچه کنید. دست و پایتان رو واسه کنید. زودتر. راننده باغاج را کشو. زودتر. من چیکار کنم؟ تو ایست. کشو. فهمو محکم کن. گذارید با ماشین. شنید. آبا 9940 مرکز. در کوچه جلال پاشا شخصان شبهناک مستند. گروه مسئول آید. هر چیز زودتر. فهمیدیم تمام. الو کیستی؟ نامم فاتح. پدرم در اداره پلیس کار میکند. نامش شگید. گندازم. سرم گرفتاری بلاست. مرا دزدیدند. دیوانه تو خودت کیستی؟ من
من همونه که قبلا تو را سخت زده بودم. دیوانه بچم کجاست؟ پروا نکن پدر جان. گوش کن، اگر یک طوری موی فاتح کم شود چیکار میکنی؟ چی چرا شدی؟ تو را خاموش، دهانت را نالان. بچه در برم، در امان بودنش از تو وابسته. تو چی مقصد داری ها؟ با کی امر داده ایستاده ای؟ به تو امر میدهم، مثل سگ به فرمانم اطاعت میکنی، فهمیدی؟ حاضر گوش کن، از این صحبت کسی خبر نیابد، حتی پلیس هم. اگر خواهی که بچت سالم بماند فرمانم را اجرا میکنی. خودی حاضر گوی وگرنه بعد زبانت را میبرم. دهانت را آلوده مکن وگرنه برای گرفتن امر زنگ مرا انتظار شو. بیهوده تلفنی مرا نکاب، خسته مکن خود را. من دیوانه نیستم، بینم اگر کابی خبردار میشوم و بلای سری بچت میگردد. فهماده توانستم؟ الو سردار ما در همینجا میشینیم. درون الو کوهلا شاهیچا، این حریف کسی که نباشد در نزد قانون جواب میگوید. البته جانم را گیرد هم، بالایم با بولدوزر براید هم. این حریف جواب میدهد. رفیق سرکمیسر، حلیمه با تو یک چیز میگویم، اما چیزی نپرس. با من باور میکنی؟ البته باور میکنم. پس ربودن فاتح رو با کسی نگوی، فهمیدی؟ آخر چرا نفهمیدم؟ حلیمه گفتم که سوال نده. مرا باور میکنی؟ آخر به این هم یک دو گروه رو خبر داده بودید. بله لیکن آنها پسری من بودنش رو نمیدونم، فهمیدی؟ رفیق سرکمیسر، آخر چرا؟ درون با دقت باش. مایلش خیر. گیرمیم دو کار دارم. چی خیل؟ این چی ده؟ نمدو در خوابی شیرین موندی مگر؟ چرا در خانه کسی نیست؟
کیرا میپرسید؟ با شما چی فرق دارد؟ چی خیل با من فرق ندارد. من مسئول بنا هستم. ها میبخشید، یک رفیق داشتم در حجره یک، ممدو. در خانه نیست، یک اونجا کوچید، همون رو میپرسم. ممدو در حجره یکم نظام الدین گفتنی جوانی میزیست. نظام الدین؟ ها ها بله نظام الدین. ها نام کودکی ممدو نظام الدین. یک بچه میانه قدی خراب سیاه پوست. بله او کوچید، چیز چاره هم نداشت، جوانی مجرد بود، کرایه‌اش اشیا میخرم میگفت، دیگر چیزی نمیدونم. فهمو، یعنی برآمده رفت. من از کجا میدونم بچه‌م؟ مایلش تشکر، شب بخیر. ای جورا وقتی در گوری پیدا کرده نمیتواند. سلام. او مردک مالهای در بحر غرق شد، خبر نداری؟ چی خیلی سردارم؟ شکر خوبترم. تو چی؟ من هم بد نیست سردار. برای کار. الو. سلام. بچه هم چی خیل؟ سوال دادن ممکن است. در حقیقت میخواهی بچه‌ت را صحت سلامت در بغل گیری؟ زود گپ زن. این معامله به من نمیفورد. اینجا تنها من امر میدهم. گویا خیر. کار تمام شد، خاموش میکنم. ایست آرام. من آرام. دیگر تکرار نشود. از استراغ را نویس. بعد نیم ساعت انتظار میشوم. تنها بیا. کوچه یکاسیا. کوچه یکاسیا؟ خوب. سلام خانم، چی کودک را کمی نگاه کنید؟ من از اون طرف کمی مبلغ میگیرم. چند از یک دو دقیقه میدونید پشه ها غم میدیهم. مایلش لیکن زودتر آید. خوب البته زود می آیم. مایلش. میبخشید، کوچه اکاسیا همینجا؟ بله همینجاست. تشکر. سلام. آرام شو. حاضر دو تیرانداز ماهر کله ای تو رو نشان گرفته ایستادن. اگر به جای تو می بودم جان بچم را در خطر نمی گذاشتم. انا آن زن را می بینی؟ در پشتش نشستگان را چی؟ انا را بچه کودکانه را می بینی؟ در آن کودکی توست. برای براحت خواب رفتنش بامبه 3 کیلویی S4 ماندم. از دور نفر ما را نگه دارد. در حالت ناموافق و یا اشارت با یک زنگ زدن بمب را میپرکند. فهمیدی یا نفهمیدی؟ احمق، از من چی میخوایی ها؟ بین، از نو حرکت ناجا یکیش را کردی.
حیات کودکت را در خطر گذاشتی. آن مرد این حرکتت را نادرست میفهمد. گیر این را. این چیست؟ در آنجا نیمی سراغ است. هر رامی من میابم. دوامش را با تلفن میگویم. از من چی میخواهی؟ سراغه قهوه خانه را برات میدهم. میخوام آنجا نارنجکی دستی حواله دهی. البته روزانه که آدم زیاد باشد. از من چی میخواهی ها؟ چی میخواهی از من؟ به سخنها و حرکتهای دقت کن. نارنجک را من خودم تامین میکنم. نه ترس مال دولت است و بعد آن در این محله کارت برار نمیگیرد. این محله خاص است. از این خاطر میخوام تو اجرا کنی. در وسایط اخباری آمد لوحه پلیس قهوه خانه را ترک کن. وضع را به نهایت نارام میسازد. وضعیت دیگر میشود. چی ها میگویی تو حرامزاده؟ گبزن چی ها گفته ایستاده ای؟ بین گفتم که آن مرد را نادرست میفهمد. نفهمیده توگمچه را زیر میکند. کودک و زنی در برش بوده و نفران قهوه خانه به هوا پرواز میکنند. برای قرار 30 ثانیه وقت داری. وگرنه او انتظار اشاره نشده همه را میترکاند. وقت آغاز یافت. بیست ثانیه ماند. در اینجا هم میمیرند، در آنجا هم. یکی آنجا پسرت نمیمیرد. ده ثانیه آخر. 5 ثانیه آخر. خوب. اگر 1 ثانیه دیگر دیر میکردی بسیار دیر میشد. زنگم را انتظار شد. حلیمت دورتر رو. حلیمت دورتر رو از اینجا. حلیمت دورتر رو از اینجا. گورس. خدا جزایت رو دیاد. رفیق سرکمیسر چی شد؟ در اینجا چی گم کرده ای؟ تو چی میکنی در اینجا بگویم؟ من فکر میکنم که برای عاجلا رفتنم نرنجیدی. الهاتا حیران نکردم. پسرت را در خطر نمیگذارم. این امکانیت را من دارم. لیکن نصف سخنهایم درست بود. در تگ کودک بمبای S4 گذاشتم. دوام نیم ساعت میترکد. هرچی خیلی میگویند با خبر باش. حلیمه زودتر رو از اینجا. زود گروهی تفتیشاتی را خبر ده. زودتر. رفیق سرکمیسر شما چی؟ در فکری من نباش. ببخش مرا. رفیق سرکمیسر. الو. سردارم بمب رو در جای بی خطر ترک کندید. آفرین. تو اینجا چی میکنی؟ خواستم خبر گیرم. خبر گرفتی؟ بله. خیر. از این پس قهرمانی میکنم نگوی میلش. مرحمت این باقی مانده مبلغ. اشتهایی تام. با چی کار مشغولید؟ چی کنم؟ از اوستا آقتای تفسیه ها میگیرم. خدایا شما مخلصی اوستا آقتای هستید؟ البته وی پسنده ماهیر است. اپا میخواهید با اوستا آقتای شناس شوید؟ لبای؟ گفتنی هم که شناس شدن میخواهید. حتی سایه دستش رو میگیرید. تو چی گفتنی؟ میرویم؟ این چه خیل میشود؟ نزدی اوستا آقتای میرویم. کجا میرویم؟
چی؟ باور نمیکنید؟ رانا چی ممکن است مگر؟ البته ممکن. امونه این خیلی نمی شود. چرا نمی شود؟ استا اقتا امروز برنامه ندارن مگر؟ دارد؟ بخش مستقیم هست؟ مستقیم؟ پس به استودیو می رویم، شناس می شویم. مایل شپا، رانو هم روزنامه نگار. او که راضی شد. حاضر ما می رویم. استا اقتای می گوید که آه خانم هنر کجا شده؟ چقدر شد که انتظاری کشیده؟ در این کار جدیم. می رویم هنر پا، این کار عیب ندارد. حداقل خودمان را می سنجیم. استا اقتای همه را قبول می کنند؟ پس همه تماشابینان نزدش می رود؟ اپا رویم معلوم می شود هم خودمان رو می سنجیم. می دونید که تلویزیونی سمان اولو کجاست؟ من می دونم. شما رو می برم. رفتیم. چی؟ بله اپا. اینها جدی ها؟ البته جدیم. تیز رفتیم. خدایا تقمتون رو بسنیم. آرام شد. تو برو گرفتم. ای کی روز مونم این کار رو. اپا بس کنید. وقتی رفتن نوز میکنید. میرویم تمام. رفتیم. کجا می روی؟ خونه را پا زودتر. خدایا من از پس اینها کجا می روم؟ تلفن زنگ زده ایستاده است نمیشنوی؟ بله سردارم. چی نمیبرداری؟ میبخشید سردارم. حلیمه این پرونده رو بگیر نظر کن. با من تعلق داشتهش رو نزدم بیار تا اجرا کنم. ایتواد رفی سردار. کدام کوچه؟ کوچه قدرشناس شد. کوچه در همون محله بوده؟ خوب. رقم؟ خوب. رفیق سرکمیسر شما میبروید؟ بله یگان کاری داشتی با من؟ نه تنها میخواستم فهمم که از فوتی یگان خبری هست یا نه. تو نمیایی؟ نه باید به کار روم. فهمو. شما روید هیچ گپ نه. مایلش خیر تو بازدید؟ همینجا نمیبینید همینجا؟ خیلی در هیجانم. بیو برگردیم. اپا باز نوز کردیم. بیایید زودتر. شاید قبول نمیکنن. چی میترسی؟ بیایید. مرحمت خوش اومدید. خوش باشید. خوش دیدید. هیچ چیز نگفتند. باید چی میگفتند؟ استا اقتای را میبینیم هونه را البته میبینیم. هیچ نباشد پس از برنامه طرف چپی را گفته بود. همین جای انتظار شویم باید. بسیار در هیجانم. رفتیم. کجا میرویم؟ شاید به این طرف. رفتی؟ بایلاش
ببخشید تو همینجا میتوانم با کوچه گفتگیتون نمیدارم آخر زن و فرزند دارم تشکر این دختر از تاکسی فراماده رو دیدی؟ دیدم. کار بینیم کجا میرواد؟ رفتیم. برادر یک لحظه کوشه قدرشناس همین است؟ برادر با تو چی شد؟ خوب هستی؟ Sukash romedizdi. چه؟ کجا را یافتی؟ یافتم بسیار گپ نزن بعد گپت را دانسته زن بیا کار انجام دهیم اگر اینقدر خواهش داشتن را میدانستم کودک را نمیپذیرم چه خیلی که گفتم گپ را درست کن گوش میکنم دار اینجا کس من گفتی از طرف کوچه چاوش در آمدی نه ها تو از دیگر طرف در آمدی خب باز بهتر کمی دورتر از راست در تک درخت در نزد دروازه سفید رقم 29 یک قوطی کونه میبینی از بیرون قوطی برقی میتابد زنگ زده از رنگش پریده دیدی یا ندیدی به من جواب ده ها دیدم قوطی رو کشو کمی زور زن با آسانی کشاده نمیشود از آوازت معلوم گرسنه هستی شدم شادی؟ ها آن را به دستت گیر گرفتم چیکار کردنت را میدانی در آنجا تنها یک قهوه خانه است بعد الو ای دختر کجا میروی؟ ای بچه شما در اینجا چیکار میکنید؟ گم شوید از اینجا زودتر گم شوید بیکار کجا مرحمت برادر کی رو میجویی؟ حالا هم فرمانی نکشیدنی سیگار به اینجا نرسیده است؟ با اینجا تنها مردها می آیند زنها نمی آیند نخود خیلی چی؟ من نمیکشم بعد با من باشد فرق ندارد اما
نزدیک شوی میکنم. نخود ایست من کنم. تو زحمت نکش، کنده در دهانت میمانم. ایست اکا، از من راه خدا. در اینجا چی میکوبی؟ کی تو را روان کرد؟ کی؟ نمیدانم اکا. یک کس با من گفت وقتی که وارد قهوه خانه میشوی با من زنگ میزنن. اجرا کن که گفت اجرا میکردم. کی باید به تو زنگ میزنه؟ والله اکا نمیدانم. قسم میخورم یکم بار ندیدم. رفیق سرکمیسر. حلیمه تو در اینجا؟ حلیمه میدانی که تو خود را در خطر انداختی. اگر به تو چیزی شود. از کی باز فکر مرا میکردگی شدید رفیق سرکمیسر؟ خوش، مادام که به اختیار خود آمدی بری نحریف رو. پشتت را گردم، بازو نشین، دست ها پشت سر. قهرمانمون ناآمد است اوقتای. هیچ گم نه. حالا میبینیم در این برنامه تنها چیکار کرده میتوانم. وقتی زیاد هم دارم. سلام بوست اوقتای. لبای خوش آمدید. خوش باشید. شما هم خوش آمدید. اوستا اوقتای، ما در اصل پیش شما آمدیم. بله. نام این کس هنر. ما هر دو دکانی کلچه خانپزی داریم. چقدر زیبا. من مخلصی تفسیه ها و خوراکای شمایم اوستا اوقتای. آمدیم که در کتابتان سایه دست مونید. تا برنامه چند دقیقه مانده است؟ 5 دقیقه دیگر. اشتراکچی نآمده است. خوب با شما برنامه میسازیم. با ما؟ زود باشید. مرحمت به برنامه. مرحمت. زودتر. چهل می شود. سلام. در اینجا چی گپ؟ تو این مسئله رو بین. حلیمه همش رو میفهماند. چی؟ تو سردار شدی مگر؟ در بالاتر کوچه یک قوطی هست. باز نارنجک دستی هست. آن رو هم به نظر گیر. از کجا میدانی؟ چی رو؟ در آنجا نارنجک بودن رو. تیمور. رفیق سرکمیسر. چی میگویی؟ یکی دروسوی وزنین میگذارم. انشاءالله مسئله شخصی است. حلیمه کاری گروهی تروریستون؟ هنوز معلوماتی دقیق نداریم رانو. رانو تو همیشه در همه جا حاضری. عین حال تو از پلیس چیزی گرفته نمیتوانی. این کاری من. کاری تو ها؟ بله سردارم کارم. سرحد تو اطراف رو به نوار گیر. با فکرم در اینجا مسئله اولوی کمی طول میکشد. شاید مسئله اولوی مادامی که برای کارت آمدی از پسی کارت شد. تو چه ها میگویی؟ یا توبه. با آشخانه ما خوش آمدید میمانان عزیز. امروز در آشخانه ما 2 نفر اشتراک میکنن. از راست خانم کراس خوش آمدید. خوش باشید. از شب باشد خانم هنر خوش آمدید. هر دو دکانی کلچه خانپزی دارند. امروز در برنامه سیوی کبود هنرشان را میبینیم. لطفا شروع میکنیم. در اول با شما دستپوشک‌ها را میدیم. مرحمت کنی اینش از آن شما، اینش باشد از آن شما. تشکر. اکنون دستپوشک‌ها را میپوشیم. در هر برآمدت حادثه می شود. این مراتب چی شد؟ در بالاخانه چیکار داشتی؟ سردارم از آنجا میگذشتم. از آنجا میگذشتی؟ باز از همان محله؟ بله سردارم از آنجا میگذشتم. همش همین. کاری پلیس 24 ساعت است میدونید. همه وقت ادای وظیفه شخص شبهناک را دیدم و تعقیبش کردم. تمام. تو چی؟ تو هم در بالاخانه شطورت را میگفتی؟ من سردار نبای یک دقیقه بیایید. بخیر است؟ تو نو آمدی؟ بله سردار. ارهن ازگور. ارهن نامی زیبا. از کجایی؟
از کرکوتل، از وطن سلطان کرکوت، از دیار آن یگیت، از دیار پهلوانان. خوب، خوش آمدی به دسته. حالا شما برنامه در مهمانی آقتای را تماشا کردید. با این زنی من کو؟ در مهمانی سردار با من گفتن که با شما خبر دیم. خب میلش تو برو. کلچه خمپزی دارند. حالا هنری آنها را در کوفت و پز همراه میبینید و بها میدید. آهسته خانم، با دقت. در آشخانه تازگی و ترتیب شرط است. ببخشید استا آقتای. مایلش دیگر نشد. دیگر نمیشد. آها، کلچه خان با مزه شده است. بهای خوب گرفتید. کنی شیرینی را چکل میپزیم؟ خوش که باشد محصولات لازم را دیده میبرایم. شیر داریم، روغن داریم، آرد هم داریم. خوشبویی ها هم هست. خدایا، زن من در تلویزیون چی میخوابد؟ نه این خودش چیگه؟ این کس خیلی ضرور است. گفتم که یک باری دیگر گفتم که من آنها را نمیشناسم. تنها برای کارم پول وعده کردند. دقیق چقدر؟ 50,000 لیره. 50,000 لیره؟ برای همین مبلغ نارنجک میپرداختی؟ گفتم که یک کس به قهوه خانه میدراید. بعد آمدن او به من زنگ میزنند. نارنجک را پرتو میگفتند، میپرتافتم. یا اینکه نفری آمده را میپراندند. اگر تلفن نمیشد؟ اون وقت نمیپرتافتم. لیکن مبلغ را میگرفتم. برای همین به تو 50,000 لیره میدیم. نصف پول را گرفته بودم. دیوانه، نصف پول بس نبود. چرا کار رو دوام دادی؟ کشتن 10 نفر به تو کیفیت میارد مگر؟ نه، بیهوده این کار را کردم. آنها دیوانند. به این هم اگر از کار میگریختم مرا یافته به قتل میرساندند. از کجا میدانی؟ کارتان با آنها افتاد بعد میفهمید. کیستند آنها؟ نامهایشان را نمیدانم. تنها یک مرتبه دیدم. 2 نفر. همین. اگر بینی میشناسی؟ هر دو عینک کلان سیاه با مانند تیرزه داشتند. یعنی نمیشناسی؟ اگر میشناختی حیران میماندم. پس کی به قهوه خانه می آمده است؟ چگونه شخص رو انتظار بودی؟ البته که به تو گفتند همیخل نه؟ حالا سوال را شنیدی؟ به ادوکات گپ زدن نمیخواهم. به ادوکات ها؟ البته ادوکات آمد گپ میزنی. حاضر باشد نمیشود ها؟ شخص قد دراز، ریشدار، سفید پوست گفتند. برای مثال میپرسم، به همین سر کمی سر مانند است؟ هر آنچه که گفتم. نارنجک را چی؟ از کجا یافتی؟ چند بار گویم. از کجا گرفتن آن را با تلفن گفتم. کسی شخصا نداد. من آن را نمیگویم. قوطی الکترونی که در دیوار نصب شده بود همان را میگویم. کدام قوطی؟ چی میگویی نمیفهمم. سردارم، سوال را به این شخص نادرست دادم اگر؟ درو. سردارم. بله. باز پرسی را تمام کردم. میخواهد در حضور ادوکاتش سخن گوید. نتیجه؟
суханҳояш аҷиб. фикр мекунам ки худаш шахсан чизеро намедонад. ҳамин қадарро дақиқ медонам ки дар гурӯҳи ғайриқонунӣ фаъолият мекунад. дастурро бо телефон мегирад. барои назорати телефон аз прокуратура иҷозат гиред. гирифтам сардор, лекин боз як чизи аҷоиб аст. чисон? навъи норинҷаки дастӣ. чизе тахмин кардаи ман? боз як чизе ки ғамгин месозад. боз чӣ? дар майдон ду норинҷаки дастӣ аст. дуто? бале. дигараш аз куҷо омад? сари комиссар дар куҷо буданашро медонист. ҷояшро гуфт барои гирифтан. кори хуб. ба ҳамин восита ягид дар куҷо будани норинҷакро фаҳмидааст? мебинем сардор. хело ҷиддӣ санҷед. итоат сардор. натарс, ман аз онҳо нестам. баръакс, барои нест кардани онҳо омадам. ман полисам. ҳозир ба ман бигӯ, хоҳиш мекунам. дар миёни онҳо як нафар қадбаланд, доимо либоси сиёҳ мепӯшад, бадани варзишӣ дорад, мояш тунук. ӯро мешиносӣ? не. гӯш кун. ҳаёти мардум дар хатар аст. дар дасташон як кӯдак ҳам гаравгон аст. мехоҳам ки бори дигар фикр кунӣ. қасам мехӯрам. чӣ хеле ки гуфтам. танҳо ду нафарашонро як ё ду маротиба дидам. ҳамон ҳам як чанд лаҳза. ҳамин қадар. шахси шумо мегуфтагиро надидам. фаҳмо. шартномаро вайрон кардӣ, кӯдакро мурдагӣ дон. шартномаро ту вайрон кардӣ? шахси норинҷакдорро чӣ мегӯӣ? маро ҳам мехостӣ тарконӣ? гап назан. бо кӯдакат видо кун. гӯш кун, ба ман гӯш кун. бе полис биё гуфтӣ. диди охир танҳо рафтам. ҳамин тар буд, одаматро дидаму девона шудам. аз сюрприз карданат хушам намеояд. алло. набошад. ба ту як имтиёзи дигар медиҳам. зангамро интизор нашав. алло. чӣ? худо ҷазоятро диҳад. рафиқ саркомиссар, ягон хабари нав ҳаст? агар ба рафиқон хабар диҳем, кофтукоб осон мешавад. рафиқ саркомиссар, нагуфта будам ки ба касе хабар намедиҳем. нагуфтам. гуфта будам охир. савол надеҳ гуфтам. ҳамин хел не? кирос ҳоло ҳам боварам намеояд. уста оқтой бисёр шахси хоксор будааст. ҳунерапа, дилатон соф будааст. дар телевизион ҳам баромадед. ҳеҷ напурс кирос. қариб ним халда ордро исроф кардам. аз шарм замин накафид ки дароям. бахайр аст иншоаллоҳ. наҷиб телефон дорад. бахайр аст. алло. акнун машҳур шудед рафиқа занак. бо мо гап мезанед аз ин пас? аз куҷо донистӣ наҷиб? аз куҷо медонистам? бо чашмонам дар бахши мустақил дидам, мисли ҳамаи туркия. чӣ хел набинаму нашунавам? маъқул шуд. гош ки дар телевизион баромад карданатро ба мо ҳам хабар медодӣ? тамошо кардику дигар чӣ? барои тамошо не, албатта. ба куҷо рафтанат роҳат яқал медонистем. медонӣ ки қаблан ба сари кирос чӣ омад?
خیر بود و گذشته رفت. راست میگویی نجیب، مرا ببخش. زیبا بودی، کنون مشهور شدی. با تو ناظر شدن نمیتوانیم. تو چی ها میگویی؟ خوب، تو دیدن. نجیب، شب ساعت خاموش کرد تلفنشو. توبه خدا. درا سردارم، تلفنش رو سنجیدیم، طبق معلومات جای گپزنیشون معلوم کرده شد. اجازت دستگیر کنی؟ آماده سردار. خوب، یکی دراگو تیار شود. تو هم رو. اطاعت سردار. دیار رفتیم سردارم. با کجا؟ امنیتی اطراف تامین است رفیق سرکمیسر. سردارم. تیمور، حاضر وقت ندارم که با تو. حالا وقتی گیله گذاری نیست. همین خیل نه؟ زود سر کنیم نباشد. تیمور تو پیش درو. مایلش سر میکنیم. با پیش. گویا که کسی نیست. اسباب رو بیار. پلیس. کسی نیست. یگید اینجا بیا. خوش چی میگویی؟ و تو شیناس است؟ در اینجا کار رو انجام میدهیم یا اینکه در بالای یک قوطی بحث و تلاش آغاز میکنیم. کار جدی؟ در حقیقت موده ترکنده یافتید؟ بله سردار. اگر یکی دست همین محله نمیگذشت اینها یافت نمیشد. شما وضعیت را با پروکرور خبر دادید؟ بله سردار، خبر دادیم. خوب، گفتگوام را دوام ده تیمور. کنه بینیم اولین ایستگاه است یا آخری؟ اطاعت سردار. اجاره نشینان رو پرسان شدن، شخصیت ها ساخته برآمد. ایزهای درون خانه رو سنجیده ایستادیم، غیر چشم داشت. ایزی انیقی برای ما نماندن. ماده های ترکنده چی؟ آنها رو چکل فراموش کردن؟ همه خطا میکنند. سردارم اگر جلسه تمام شده باشد برایم. و خیر است، کاری تجدیدی داری؟ سردارم نه، من خوب، میتوانی روی. آها. الو. به سراغای گفتم بیا، نیم ساعت وقت داری. احمق، با من امر بدهی؟ با سر کردی. کودک در دستم، هیچ کار کرده نمیتوانی. کجا آیم؟ بر وقت آمدی؟ نه، تو دیر کردی. در اصل از تو پیش آمده بودم، لیکن تنها آمدنت را سنجیدم. تدبیر همه وقت خوب است. انیق گوی، چی میخوایی تو؟ چی گفتی؟ برای فرزندت آماده همه کار هستی؟ گبزن.
میخواهم همین شخص را کشی. او رو میشناسی مگر؟ نه. کیست این آدم؟ نامش ممدو اوزیورد. چیکار میکند؟ شرط نیست همه چیز را دانی. نفر است که مانع کاری من است. دانستن همین کافی است. من این حریف را از کجا میارم؟ آن طرفش را من نمیدانم. آن طرفش کاری تو. این شب او را زنده یافته حتما نزدی من میاری. انتظاری زنگ شو. در پیش چشمم او را میکشی، وگرنه فرزندت بیرحمانه کشته میشود. لیکن من او را از کجا میابم؟ خدایا چیکار کنم؟ السلام علیکم. سلام علیکم. امک چیکار میکنید؟ آب را گره میکنم. آب را گره میکنید؟ امک مگر آب را گره کرده میشود؟ اگر آب را گره نکنم صاحب دکان مرا پیش میکند. چی خیل؟ چی خیل ها؟ صاحب دکان گفت که رو. من گفتم که نمیروم. او گفت که دادر جان رو. من گفتم که نمیروم. او گفت که به یک شر راضی میشوم. اگر آب را گریه کنی دکان است تو. بله بوده است. در غیبی کس گپ نزن. شد امک تمام. چای دارید امک؟ هست. را خدا گیر. تو چی گفتی؟ حتی نپرسید امک. کاری من از آب را گره کردن هم مشکل تر. دادر خدا چای گیر. یگت حیران مانده است که چقدر خوابم بوده است؟ والا دادر 1-2 ساعت گذشت. نخود همین قدر خوابیده باشم. خیلی عجیب. خودت را سرزنش نکن. بپروا باش. تو خواب رفتی و دنیا در گردش. نه مملکت آب را گره کرده. آب را گره کردید؟ انا بین. در اینجا آب هم هست. انا و تو دیگه. تو خواب بودی رفیقت آمد. خواب بودی. نخواستم تو رو ناراحت کند. رفیقم؟ کی؟ والله نامش چی بود؟ ممدو. ممدو. ممدو؟ از کجا یافت اینجا رو؟ چی گفت؟ والله بچه خپکی بود. گفت بگو که به قصر میروم. قصر؟ قربان. قربان. باز امکی گفتی و نزدمت. 17 سال کسی مرا امکی نگفته بود. تنها تو. نگاه کن آب نمیگذراند. آب نمیگذراند؟ آخی. تیر هم نمیگذراند؟ آن را چیکار میکنی ها؟ بزرگی امکی نیم بزرگی. بزرگ خداوند است. راه نباشد به کلت میخوری.
چی خبر؟ وا جوره ما از خوب خسته است. امکی خوب بوده است. عجیب است امکی نعیم. بخیر است جوره. چی گپ شد؟ پروا نکن. انشاءالله بچه‌ات رو نجات میدهیم. از کجا میدونی؟ بر ایوازی کندن همین قصر جوره بعضان چیزهای نالازم را مجبور هستی که دانی. حاضر در کجاست؟ آرام باش آشنا، آرام باش. همه چیز وقتی خود رو دارد. چه خیلی آرام شوم؟ کودکم در دست یک بیناموس و باز من آرام باشم؟ مایلش جوره میدونم. یگان فکر میکنیم البته. با من باور کن. یگان فکر میکنیم؟ همه‌اش تا همینجا بوده است. هرچی خواهی اختیارت. حاضر میرویم. خیز رفتیم. خوب جوره خوب. اندیشه کن جوره، بعد پشیمان میشوی. وای وای وای، از تخمین کردم چقام بوده ای. خواستت رو آوردم. بچه هم در کجا؟ بچه در ماشین. نفر نگاهش می‌دارد. در دستش کارد تیزی دارد. گفتم که در پیش کودک با کارد بازی نکن. گوش نکرد. نشان ده. هنوز خواستم را نکردی. معلوم می شود که در کاری من تو مانع شدی. معقول نشد. زدم عیوبش کن. بعد تو بچه‌ت را گیر و من به کارم روم. از آنو نشین. شین. دستهایت رو بردار. بردار. خواهش آخرینت رو گوی. رفیقی داشتم. از او یک خواهشی کرده بودم. کاش که میشونید و با او میگفتم. چی گفتنیه داری؟ با کسی خبری مرگم رو نگوید. با دستان خودش گور کند و با کسی چیزی نگوید. نمیدونستم که اینقدر میر و محبت داری افلاس. زود کار رو خاتمه ده برادر. اکنون بچه هم رو به من ده. سلاحت را پرتا. پرتا گفتم. بچه هم رو بیار. پرتا. نباشد بچه‌ت را اصلا نمیبینی. چشمانم را نپوشیده در همینجا میپرانم و حتی پروایی ندارم. تمام شده باشد بچه هم رو دیدن میخواهم مردن و نمردن او را سنجیده بینم. مرده باشد بچه‌ت را میدهم و میروم. 3 تیر خالی کردم ندیدی؟ زحمت نکش سردار. نمردم. این حریف با مثلی تخمین کردم عمل کرد. با من زیره پوشانید برای باور کردنت. همین شب این نقش باز تکرار می شود. لیکن از جانب من اما تا همین جا بوده است. بزانشین. بزانو گفتم. دستانت را بردار. با سرش پرون اگر کفالت خواهی. نه او رو میشناسم. بیگانه است. با ضربی بازو نیستش کن. خب همینقدر بس. آخر حالا نمرده است. برای مردنش حالا فرمان نگرفته ایم. خیز میرویم.
فو افلاس. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی و تاجیکی گردانده شد. کارگردان و محرک غیور اشوری رستگار، مهندسی آواز امیدجان علی، پرودوسر کامیجان سفر، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر. منقشا آواز دادند: فیروز اومد، محمد جان شادی، آرتج تادی، ملاحتی عبدالله، ناصری حسن، میسای محمد جان، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، صلاح الدین شکور، نظیر مدی موسی، ملاحت، زهرا، احسان و فردوس.